با کجای زد؟ همینجا؟ یعنی این طرفه بتخلی میخپم ام خی سوخته کدیسته یا خدایا توبه. چی میخندی؟ همه خنداوره بی عقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن ادو جارو بود میزد انا با میدم حالتا مایلش اینو برای هجری دیلم سوخت با خدا. یعنی سنم نامزدی رو برهم داد. اوه برادر چه خیلی آدمی خوب هستی. از دلسوزی بسیار مثل شم سوخته رفته استی. خیلی دلسوزی ایقه میخندی. چیکار کنم؟ خنداور است. خنداور میگوده؟ خنداور خودت یک افتی خونه که آینه به نگاه کن. افتی خونه که درگوه یک بار خطبه با مرا بخند. چی شد است به حال من؟ تو چیکار کردی استی؟ ای چی حاله؟ میگه که باید زینب رو نجات میدادم رفته عالم رو نجات دادم. این حالت رو زینب دیده رشک برده است. زینب با این رشک برده باز زبید به زینب رشک برده است. او رنگی کینوی اندیس که کدیسین که چی در داری تو؟ چی خیلی چی در دارم برادر. همش رو نقل کردم کو. مرا گوش کن. تو هم زینب دوست میداری چی؟ بس کن. چرا دوست میداشتم؟ من تنها زهرایم رو دوست میدارم. بیا سفسطه نگوه که دوستش میداری ها؟ شوکت بس کن آخیر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخیر. شوکت من زهرا را دوست میدارم تو نمیفهمی. دختر چی خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه چی خیل نه؟ چی خیل نه؟ بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری اوش گاب میپرتوی چی میگویی شوکت بی عقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکربار میگه دوست تبروار. ها؟ دروغ گفتم. من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراگم شو. خیر برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی من نمیکوی؟ چی خیلی جستجو نمیکنم. مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟ خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی. این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود. به یادت بیارم. روسیا این لباسا را که بباری من که او لباسایی که امچی دیدیم که او با برکه بود همه را میپوشیدی. زهرا خودش میافتاد. شوکت زهرا مرا چخل میابد. چهرم عوض شده است. او حتی نمیدوند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو رو میافت است. تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم. چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است. در همینجا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدوز برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشه زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم. لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو بله. ملیس رو؟ بله. یا خدایا توبه. از ملیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم ملیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما ملیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی ملیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه.
آه زهرا، وقتی که ملیس را میدوزم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباس دامولاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی سای؟ توبه استغفر الله.